عزیز چه دست انقدر سفیده؟ حالا کی گفت دست من سفیده قربانه برم عزیزه؟ نه من میدونم دست شما سفیده. من کار کردم پیش آوردی کردم دست من سیاهه قربانت برم. نه دست شما نرون قشنگه. عزیز میدونی اینا چی میگن؟ کدام پسر؟ همینا دیگه. این صدای دارکوبی دیگه. خودش خانه درست میکنه، خودش غذا فراهم میکنه. ولی اینا دارن حرف میزنن.